یک روز برای خودم یه گوشه چیز کرده بودم و داشتم توی یوتیوب پرسه می‌زدم. پیش خودم گفتم من چرا اینقدر یوتیوب رو دوست دارم و دوست داشتم همیشه یوتیوب برشم، چرا هنوز شروع نکردم؟ از چی میترسم؟ نمیدونم، شاید از کامنت های هیت مردم، یا اینکه یه روزی دیگه نتونم ویدیو بذارم و به پشتم به هی سرد شه، یا حتی اینکه یه روزی برای همیشه یوتیوب از دسترس مردم ایران خارج شه و دیگه هیچ وقت نتونم به آرزوم برسم. اما پیش خودم گفتم دیگه مهم نیست، دیگه هر چی که میخواد بشه بشه، حتی اگه 2 هفته هم شده علاقمو قرار زندگی کنم. پس من یه تصمیم گرفتم. به چنل من خوش اومدی. یه دوربین این ولد منه؟ چرا من رفت شده؟ برای یوتیوب رو شروع کنم؟ یعنی برای یوتیوب رو شروع کردم؟ آره فکر کنم شروع کردم. بچه چطوری؟ خیلی خوش اومدید به چنل من. خیلی خوشحالم چرا اولین ویدیو میگیرم و اصلا تو پوست خودم نمیگذارم، باورم نمیشه، الان نمیدونم چجوری خودم رو بروز بدم. خیلی خوشحالم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که به زودی با ویدیو خفن پیش شما برمیگردم.